وضع امروزه مؤسسه‌های تعلیمی، نوگانی‌ها و مشکلات در نظام تحصیل، بلندبرداشتن سطح و صفت تعلیم در مؤسسه‌های تعلیمی، ساختمان و تعمیر بناهای تعلیمی، بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، وضع ادامه تحصیل دانشجویان خارج در سال تحصیل آینده، تربیت کادرهای بلند اختصاص، رشد علم‌های دقیق، دستگیری مادی و معیشی خوانندگان و دانشجویان معیوب، بی‌سرابان و کم‌بضاعت. این و ده‌ها مسائل مربوط به ساحه معارف و علم کشور در نشست خبری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان که سنه 16 ایول سال 2021 برگزار گردید، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. وزیر معارف و علم کشور محمد یوسف امامزاده به روزنامه‌نگاران اطلاع داد که در 6 ماه سال جاری طبق بورسیه‌های بین حکومتی از جانب کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، بلاروس، خیتای، ترکیه، رومانیا، تایلند، پولشا، سربیا، ونگریا بورسیه‌های تحصیلی در تمام زینه‌های تحصیلات جدا شدند. در این دوره بورسیه‌های دانشکده دولتی مناسبت‌های بین‌المللی مسکو جنبش شد که طبق ترتیب مقرر شده 5 نفر در زینه بکالور و 3 نفر در زینه ماجستراتور انتخاب و پیشنهاد شدند. وابسته به ساختمان و تعمیر بناهای تعلیمی قید نمود که سال 2021 در قلمرو جمهوری از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ ساختمان 214 بنای مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده است. تا 1 ایول سال جاری 34 مؤسسه تعلیمی و 7 مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داده شد. همچنین در دایره همکاری‌های دو جانبه با جمهوری ازبکستان با ابتکار پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه اورگوت ولایت سمرقند مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 154 برای 1400 خواننده در 2 بست به استفاده داده شد. استقلالیت این استقلالات ملی است، استقلالات یک فرد یک شخص نیست، استقلالات دولت است، استقلالات کشور است، وطن است، تاجیکستان است. این افتخار ما است.